تمام خانه هایی که از اینجا معلومند شیروانی است. به این زمین برهوت نمی آید بارانی باشد. برهوتی که گره خورده به آسمانی که شبیه هیچ آسمانی نیست. آسمانی که انگار آن طرفش پیداست. آسمانی که انگار نازک شده، شبیه به بادکنکی که همین حالاست بترکد. آنقدر نازک که قرمزی غروبش نارنجی بیحالی است و سیاهی شبش سرمه دلنشینی. شاید به این خاطر میگویم دلنشین که به نظرم سرمه‌ای زیباترین رنگ خداست. بیا بابا جون، این رو بخور، ته دلت رو بگیره. یک لحظه حال سکسکه به من دست میدهد. حواسم به پیرمرد نبود و متوجه آمدنش نشدم. هدیه هر وقت فلفل تون میخورد سکسکش میگرفت. من هر وقت ترس ته دلم را میگیرد. پیرمرد بخچه مستطیل شکل لاغری را به سمتم گرفته است. بخچه را از دستش میگیرم. لاغر و ترد است. باید نان باشد. همانجا مینشینم و بخچه را باز میکنم. چند تکه نان بیات است و سبزی. جز تربچه و پیازچه و تره بقیه سبزی ها را به قیافه نمیشناسم. 2 تربچه پوک هست اما پیازچه و تره ندارد. پیرمرد از جیب پیراهنش قیف کاغذی کوچکی را با احتیاط بیرون می آورد و به دستم می دهد. نمکه. دیدم خیلی گرسنه‌ای. گفتم تا سیب زمینی ها آب پز بشن 2-3 لقمه نون و سبزی بخوری ته دلت رو بگیر. بعد با آرامش و طمأنینه روی زمین می نشیند. حتی برای گذاشتن نشیمنگاهش روی زمین 1-2 بار قلق‌گیری می کند انگار که باید روی نقطه خاصی بنشیند. چرا زن نمیگیری بابا جون؟ آدم بدون میراث‌خور یه خاطره بی‌نمکه. یه حرف نشنیدنی که صاحبش رو از سکه میندازه. از حرفش زیاد تعجب نکردم اما نمیدانم چرا لقمه‌ام را توی دهنم نگه میدارم و قورت نمیدهم. شاید میخواهم او با خودش خیال کند جا خوردم. خیال کند حرفش بی‌نمک نبوده و خودش هنوز از سکه نیفتاده است. معلومه دیگه بابا، وقتی یکه و تنها دستش رو میگیره به خشتکش و بلند میشه. میاد وسط بیابونی که سال به سال خدا غریبه ازش رد نمیشه. روی تعارف استر شکم شب میمونه و سراغ تلفن خونه رو نمیگیره. معلومه که آدم بیکس و کاریه. بعد دستش رو میگذارد روی زانویم. دستش نمیلرزد. این دستهای آرام و مطمئن که این سن و سال نمیآید. اینها رو نمیگم که بهت بر بخوره و ترش کنی که با خودت قصد کنی از اینجا بری. اینها رو بهت میگم که به فکر بیفتی آستین بالا بزنی وگرنه تا هر وقت که بخوای